بله. سلام علیکم مندن باشین بینندای عزیز، سلامت باشین، زنده باشین. خوب شما خوبیم، زنده باشیم. بیشتر شما رو به انتظار نمیگذارم. ما آنانس برنامه خود میفهمیم که کجا به خاطر گل روی شما به کجا آمدیم آنانس برنامه ساب میکنیم. اینجا چشمی و بیه شما بریم بخش اول ببینیم، انشالله زود باز برمیگردیم. بینندای عزیز سلام بر شما. سوژه برنامه ما در رابطه با بعضی از جوانا که بیکار میگردن اینه. اومدیم با یک از دوستان ما یک گزارشی داشته باشین که بفهمین که اینا از اینا پرسان کنین که آیا بیکاری به نظر شما که بعضی کسا بیکار میگردن کار خوبیه یا خیر. برادر سلام بر شما. سلامت باشین. خوب هستین برادر من؟ بله. قربان شما. نظر شما در رابطه با این که بعضی از جوانا کار دارن ولی بیکار میگردن، نظر شما چیه برادر؟ بیکاری کی بیکار میگرده؟ مثلا بعضی از جوانا کار خوبی نیه. آفرین. نباید بیکار بگردم، اصلا این زندگی نمیشه. ایتا قبول کنیم مگه به طول تاریخ روزی که دست چپ راست خود نفهمیدم تا به حال من مثلا بیکار نگشتم. آفرین بر شما. خدایی آفرین شما. حال شما فعلا چی کار وظیفه دارین؟ من خیلی کاروبار دارم، هر چی فکر کنین کاروبار دارم. من صبح که از سرا بیرون میشم، مثلا انا به مادر خود میگم نون چاش تیار کنی که 5-6 نفر رفیقام میمونم. انا باز میایم خود رفیقا اول میریم به چکر زده، شکم ما که تا افتاد، شکم ما که گوشنه شد، میایم لالا ایت کشفش هم به سرا دارم که بشکر به بلر میزنم، بلر به بشکر تنورم با مدبخت سری به سر نون تیار میکنم تا که نون خوردیم خود رفیقا باز میریم. یا سکل کن من ندارم، ایت موش مردی هم ندارم. رفیقا سکل ور میدارم میریم، امی تخت سفر نیه، پرش میدین جا شما خیلی گل به سر من بباره، انا چیزم دست رفیق من بشکنه به سر شما. انا یا میریم مثلا به خوب به او بازی کاغذ باد بازی، یا جا شما خیلی رفیق مامی شیشه روز پیشتر بفتاد، اصلا اباله بوم ستبق جی کس نزد با کار نیه. لالا چیزمی بیکاری باید مصروف باشیم. یعنی آفرین شما، خدای خوب کار میکنه شما. زنده باشیم. من از عرب مادرم میتونم. آفرین بر شما. زنده باشیم. یعنی واقعا نمیته کاری که شما میکنه اگه هم جوانا می کارا رو بکنن که بخی دنیا گل گلزاره. به کجای ما و شما فعلا؟ ما و شما فعلا به می شهرم دیگه برادر من. با تا تلویزیونی. من توصیه به جوانا خصوصا من امینه که برادر اگه ما این رفیق داشته باشیم، ما این که بیکار نمانیم، فقط انا بام خونه خو که صبح بیرون میشیم بگین که من چند نفر میمون دارم، بره میبره او بر چی به کار شیشتن به سرا. سایه دیگه برو شما کنم گردن خواسته کنی. تشکر از شما برادر عزیز. درسته دیگه. بخیر باشین. قربان شما. خوش اومدید. برادر سلام بر شما. و علیکم السلام. برادر عزیز، سوژه برنامه در رابطه ای که بعضی از جوانا مثل شما و جوانا همیت بیکار میگردن، نظر شما چیه؟ گفتنی شما چیه؟ مثل کی؟ مثل شما جوانا، مثلا مثل شما جوانا کار هم دارن بیکار با خود میگردن. تو اشته جرأت کردی که به میگی بیکار؟ ها؟ سعی کنین لالا جگر، منظور مینیه که شما یعنی مثل شما و همیت جوان مثلا همیت بیکاری میکنن میبرو بر خود دوست رفیقا خود نظر مینه که شما گفتنی شما وید کسا چیه؟ لالا اصلا به تو چی که می بیکارم؟ خودو رسانه تو اینجا گاره که بیاد مسایی بکنی که می بیکارم میانیم. تو خبر دید آدم که تو به پیش مفتی برسی دل تو چند چوق قبل زده شروع کرده. خدای راست میگه اپا لالا. شما مثل منظور گپ من نگرفتیم لالا. من منظور گپ تو بگرفتم. برو گپ زدن یاد گیر، با میکو کامره خبر بیار از مسایی بکو. نفهمیدی یا نه؟ بیخی لالا جگر، شمار 100 مار 0 یا مار 100 شمار 0. بریم پناه شما به خدا. بخیر باشین. تشکر از شما. برادر سلام بر شما. و علیکم سلام. چی حال دارم برادر؟ خوب هستی؟ خب بگو گپ چی میگی؟ سوژه برنامه ما در رابطه با این جوانایی که بیکار با خود میگردم همینه. نظر شما گفتنی شما به این کسا چیه؟ من هیچ گفتنی ندارم. من چی کار دارم که بیکار؟ من مگرم قام از اونا رو بخورم گونا بیکار میگردن. من میفهمم که مرتکی یک کله خرابی حالا میگم میزنم دهن پستوری یکی میکنم. برو با برات کار خورو. من به پیار خورم نمیگم تو خو بیگونه ای.
نه برار منظور من گپ نیه که شما خود پیار خود جنگ کنیم یا دیگه کنیم ما هدف مثلا شما اینه که مثلا گپ بگم شما یک جوان هوشیاره گفتنی شما ممود دکسا چیه؟ بابا تو چی میگی؟ اصلا من مرتگی بیاغل، اصلا من عقل ندارم. چی میگی؟ من رد مریالا گیتی که پر چی خوشکه میزنی؟ من چی کار دارم که مردم بیکار میگرده و دیگه حالا اگه اینجا همین چی بود از تو؟ امید بگیر مال ازم وسط دوت تا کنم خوب میشه وقتی دیگه قیافه گم که پیش می خلالا تشکر از شما. فقط بگی که اینجا بچه ها پیار منم که من اونا غم کار از اینا رو هم بخورم و خلالا برو دیگه به این محل نیایی. خیر بینیم برو تشکر. خیر بشی. بدیدیم بخش اوله چی بدن گپی نیه دیگه دلازار شما نباشیم من نیم انشالله. خب یک جای نیم که ما حدودا 500 متر به سر کویم فقط بیامدیم خواست امیتا به خاطر می انانس زنگ تفریح بدیم انا شما رو بیشتر به انتظار نمیگذاریم بریم امی بخش دیوم ببینین نمایشنامه که دیدیم میفهمین نمایشنامه قسمت 5 فکر کنم قسمت 5 داستان شما نگاه کنیم به زودترین فرصتی بریبر نریم خیلی خوشی زودی تا یک گلاس چای ما بخورم ان شاء الله برمیگردیم میاییم. خیره باش بیبی حالا گریه نکنین دیگه حالا کم شده بیبی بخدیم بیبی خاک بسار تو شام کار ازم دستتونه چرا گناه منه من چه خبرم بچگی اومد گفت به من و تا دست پا افتاده که بیبی بخدیم که بریم خیره بخدیم بیبی بخزیم حالا بریم آده جو برو سر کامو گساله کلمه آنو میرم آقا تو همون نداری اما تو نداری همه که بسیاری که به کل بسیاری تو سر بیبی به چی خبردش تو خب بچگی آمد گو خاک به سر بچگی آمد تو دیاره امیت زده و بل با کلمای که خوش شده که سالا اصلا کلمک نمیزن خوش شده آقای رجالی تو آخه خدا در چرا اومد کن خب بیبی چرا نمیدی در بده کنیم نرسون آخه اگه تامونش کن نمیدیم تو چرا گساله ای تو آبی به کف دست رو بین کرده بودو چلو شو بده بده میگم گیلا این خر خسار شو برو به ما غریق خو از این نمت به تو کلای نمیشه تو همین جگاه بیام تاول یک دهی آیداد تو شده که همون شده بودیم ما تو قایم کنم خب تو که میگه غیر خراب کرد تو چکار کردی؟ او روز بزده این جگاه کتری مرتگه لای کردی سکیل برفتی این جگاه خود زن خود خراب کردی با 4 فصل میگم رفتی با کجا با بیامدی این جگاه سر بل اون گساله خوشوی زن مامامر بزدی بکشتی تو غیر خراب کردی این جگاه به هیچ کار نمید تو من میترسم یک هفته دیگه تو این جگاه بشی خور بدم برق چیزی میدی مار به جنجال پیار مادر خود میندازی اما وقت برو به ما غریق خود تو بیتره خسور ما چی میگم؟ رستی تا خسور تو پا دستاتو نشکستن دو وقت برو یعنی خسور میگو دست پای میشکنم؟ نگو ها؟ یعنی میشکنم بالاخره تو یک هفته دیگه این جگاه باشی دست پا خود تو شکستن میدی چه کار کنم؟ من نمیفهمم سمیر من به هر رای کش میکنم میگه بو روز با من گفته بیا بریم مشون اینجا گساله گه و مشون خر تخمرغ و مشون مرغ اینجا من نمیفهم چلچله پیدا کرده میگه مشون نواسی همی خوشی و خسور منه او سمیر نمیفهم او تو خیال دیگران میکنه تو خیال میکنه تو میفهم بر کاره نمیفهم من نه اصلا عقل کمال ندارم تم خراب سوار شو وقت پر به ما غریق خو از این با تو بیتر هنو دست پا تو نشکست نگیله
بیتر وقت برو زمین اینجا به درد تو هیچی نمیخوره. نه بابا. سوار روزی تو خور میدیده همه برق مرقا همه میزنی. این برق آدم هم میکشه. آه اشته نمیکن خوش میکن آدم. بابا ایلا مثل گوساله. همه تو بزدی آن گسالی از من زن ماما من بزدی خراب کرد بکشت. چیکار؟ تو کار ولد میبرین تو خلیفه شما شاگرد. نه مالک ما به پیش هم فرزادم اونجا شاگردم. مقصد وقت برو از اینجا با تو بیتر هنو دست پا تا نشکسن. برو اونجا کار کو پول پیشکش خواه با بیایا اینجا با تو کمک دیگه میکنه عروسی خواهم اینجا بکن. گردنم بند باشه خوب اگه با ما باشه که من کار کنم یک چشنی دیگه شیروی به افغانستان بیای و برم مگه پیشکش بر خلاص کنم. نه تو برو به ما غریق خوب بیا کار ماری بکن. من به درد جامعه نمیخورم من فال خلواک کردم نه. نه تو برو اونجا کار ماری بکن پول مولی پیدا کردی بیا و دو خسور عروسی خوب بکن زن خورم آدم. راست اینجی نمیشه ما که بگفتم و برفتم. برو. آه دیگه خدا مقصد میزن دست پا تو ریده پا میشکنه. برو دیگه بلون نمک ما زخم پاش نده دیگه. آه این بچه نادان عقل کمال داره من ندارم. چطور کنم؟ باز چگاره گیلک؟ هیچی. برگو بر بشی دیگه بزدی گساله رو هم بکشتی دیگه یعنی آفرین تو با درد هیچ کاری تو نمیخوری. تو این تنه خوبه چی کارون کردی؟ ها؟ به قبرستون تو چرا به قبرستون بمه؟ خدا تو رو به خیر کشی از این کلونتر کنه برای یک قبی بخو. خدا تو رو برای یک قبی بخو قط تو مثل مید نجواشه. تو اگه تو من رای نمیکردی که برو گفتی مرغا خور بنداخته به خونه شغال انداخته ما چی میفهمیدم ما بیله بدادم و دست ما دادیم ما بابا تاریکی گوساله چی معلوم میشو؟ خب سواد خدا تو هم قصده اگر گوساله فرق نمیکردی به تاریکی گوساله معلوم میشه. دیدم همه دیگه چشمای ورقش میزنه هم تا که بیله وار کردم بخورم کلمه بخور دیدم اصلا نقیق کشید. خب گوساله کو قیق میکشه قیق هم نکشید. و ناله و پیرزال بیچاره غم خوردن همونجا میماره شل شهید میشه. چند دیگه ماتی بوده؟ 15-16 هزار گوساله ایوانه بسید بابا ایلا اب 13 هزار امور که حداقل میغزشتی امور میآوردیم یک جامعه میفروختیم به خاک نفر یک چیزی برای ما میرسید. یعنی خیلی آدم بیعقل بودی گیلا با گناه از این مسکین هم دیگه خود تو چرا دویده بیامده قیق کشیده و تا دست پا افتادی که شغال رفته شغال رفته همو سایه بیامد گفت ستا خود من داخت شغال خود من داخته به سراشمو گفت ما یک دوت تا گفت من در انخفه کرده بخورده. خب برو تیاره دیگه ناله خان همسایر بگیر یک دیگه بگو باید راست بگه سگ این داخته بید دیگه. نه تو صبح نگفتی که ماما ما برفتم به عروسی رفتم بیا که همه گوساله را اگه میجونده میتر نبود. خب من چی خبر دارم کارت اشتباهی آمده بود عروسی به سبا بوده ما هم اشتباهی رفته بود همون اگه میجونده به پای فایده ما بود. میگم یک کار دیگه بیا بکنیم من یادم دارم بفهمیدی؟ با چه کار کنی؟ تو دیگه اصلا تو دیگه آخر مار به یک بلای میدی. او روز تر ببردم دیگه مرتگر زدی خراب کردی. امروز ببردم گساله رو کشتی. او روز سکیله ببردی خراب کردی اون طالب مستری خون ایتا نکو دیگه. تو سیکو طور دیگه نمیبره. خب چره؟ تو برو بخوار مرگ قبرستانی میگیری کار میکنی. این نمی به درد ما نمیخوره. این بره دیگه جا. سر دیگه جا برون. ها؟ سیکو تو یک کار کن. بیا. میفهم چه کار میکنه؟ چیکار میکنه؟ ما گردنم و بند باشه یک وقتی من خود که اله چیلکی بودم. مثل من. اله. یک راهنمای داشتیم بفهمیدی یک راهنمای ما و از این چیز میکنیم میریم به تا کوچه به تا محله ما و تو تو هم برو بفهمیدی
با مردم بگو امیت آدمی آماده، امیت کارا میکنه، امیت کارا میکنه که مردم باور کنه. بفهمیدی؟ که بگو میت آدم بیا آماده که چیکار میکنه؟ تو برو به درس را مردم ما مثلا به یک جا درس را تک تک میکنیم، انا ایرم تیار میکنه، خودم تیار میکنیم، ما فال میبینیم. بفهمیدی؟ فال میبینیم. ما که فال بدیدیم انا چیز کنه با تو یک درس را دیگه میت مردم که استاده تعریف مال بکن. ما تو که همه خودی همه. واسه تو یک بانده شدی. یک بانده شدی. تو تعریف مال بکن، استرتر برو پیش مردم تعریف کن، بگو انا من همیت چیزا دیدم، همیت چیزا آوردم، همیت کارا دیدم، ما وازی فال با میبینیم. گردنم بند باشه نقده میدم نفر صد. حتی ترسم همون جیرم نتیدی. نه میتونم بزو کارا واردم. من از عرب مادر بزو کارا واردم. امروز هم وارد بیدی که بزنی گفتاده 15 شون بکنامه بلک دیگه تحریک بود. جایی که تحریک نباشه من میفهمم. خوب اگه ایت باشه پس ما به در ارسرای بریم چند فال وا میکنی؟ نفر چند فال وا میکنی؟ خونی چنده؟ 100 روپیه میدن، 150 روپیه، 80 روپیه، از صدی کمتر نمیدن. یعنی اون که ما بر روز 20 در خونه 20 نفر بریم 20 تا صدی 2000، یعنی واقعا کار میتونی؟ حقیقت دستکی جدی کار میکنه. از 3 نفر شیری میزنه که باشه کار خراب میکنه با خدا. قرار بده که کار خراب نکنه، فقط از این را درآمد پیدا کنی. سایکو تو به شرطی که میتونی بری استاد بگی، بفهمیدی؟ بگی که این نفرای آمدن اینجاگانه همیتن اینا راست میگن فلان و بمدان، بگو من بیبی خود فال رو وا کردم انا که او چیز شده، عروس شده. بله خراب خدا همی کار نمیره بلکه بله از همانی بریم برای که سرکلی خود تو خود تیار کنم، تو نمان سرکلی تو تیار. بله هرچه باغ میخوره گوشی خبر نمیاره. کینی بیاد آخه چه کار میکنه شما؟ نو بجا شو. از چی کار میکنیم؟ هرچی زنگ میزنم این گوشی خبر نمیداره. با خدا عقل آدم دیونه کردی. و وقت برید دیگه سر کار مگر میره اول زنگ زنم. زنگ دادی بسی؟ هرچی زنگ میزنم من سه گزم بودم 6 بار 7 بار زنگ زدم طالب ورنه. یعنی بگیر اشتباه هم افتادیم ما. کوی یک دفعه زنگ زی بلکه جواب ده. ور نمیداره گوشی. باغ میخوره ور نمیداره. چه کار کنی؟ یعنی یک آدمی نیه میگی لک هیچی با درد نمیخوره هیچی. بیا که پس بریم بخونی و دیگه زادو تاریخی باشه. حالا بریم بخونی ها؟ حالا دیگه ازم خونی و ور بداریم مگر من میتونم یه ور نمیداره گوشی خویی لک. خب چه کار کنیم؟ من چون با خدا بالا از این نگفتم. گرم یک زنگ یعنی برار خور بزنم. بله سلام برار اشتنه خوب انتیاره بخیر باشین. میگم امی خسار خو باجه خو اینا ریش کدوم شما ندیدین. چری نداره این مر از کار بار بنداخته ای اما هر روزی همیته میکنه. از صبح تا اگه یک 100 بار که زنگ زدم ای ور نمیداره گوشی خوی ما چون خواه چی رقمه. خو خواه هم گوشی خو مگرم جواب بده دیگه. ما مگرم هر روز برم دوید از اینجا که بدم سرازی که الله گیله خواه برم رو بیدار کن. خواه یک کار میکن خدا. این هم میگه برو درد سران. وقت برین لالا وقت که چاش شد. این رقم هم کار غریبی میشه. وقت دیگه وقت که دوری برین درد سرا عزیز. والا از این افتاد.
عجب خیلی داره تفر. هی این بیا ماده کل پچکش برای پیدا کنه. 24 ساعتی خوابم. هر روز که میل زنگ زدم یا بیا مادم پیش از این خواب. نالک میل زنگ میزنم. ای گوشی زنگ خورد اکبر نداشت باز میخواد. این تلقاتی برای ازی بزنم که باز تا زنده باشم. افسوس که گوشی تو برای لرزه عینه که این تلقاتی بخوردی باز تا زنده بودی بیاد. گلک گلک وخی چی وقت روز تو تا بال خوی بالا خور الان خیلی مونده ای میگم ما از صبح میفهمی چند بار به تو زنگ زدم تو می گوشی خورد سه که چند دفعه بر تو زنگ زدم میگم سه که دم که خواب میشه با گوشی خورم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دفعه. خب چرا بر نداشتی گوشی باز تو که خواب میشه باز گوشی چرا بر لرزه میزنی خود برای لرزه ندینه میگه خودم که میگم تو خلیت مونده و نظر میایی الان دیروز یک 6 7 تا کرد چپه کردی تو کوار چپه کردی؟ نه نکردی خاطر خلیت یک رقم مونده ای بیچاره هنوز هم خوابی داری تو هله گردن و بند باشه اگه الیمه شده باشه که الی تو بشه خاطر این مونده نفهمیده بیچاره چی گپایه؟ برای قراری شکو وقت که سرکار این خوابی داره حاله فقط 6 دلی نور پخته کرده میتونه تو هم نگه با خود نیم کیلو وزن نخوب با ما دیگه ایتا برگم ایچینی ها خاطر ما مزدور شما 2 نفر شدم آخ چاش شده وقت که بریم به سرکار میگم میت هر روز میشه که من بیایم به پیش تو رو بیدار کنم آدم خونه و برم یا تو رو به سر یک کاری ببرم تو خرابکاری کنی تو جا تو با خدامون جگاه بود تو رو شهر ماست چگاه تو رو ما رو زد دلسوزی وردشتون بیاردم گفتم باشه همین جگاه برای پیشکش پول همی زن خورد بده همین جگاه با خاک همین جگاه خونی برای خود بگیره همین جگاه قرار زندگی خوب کن تو سگه که چه کار نمیکنی او روز بزدی گسال بی از زیر کشتی او روز بزدی دیکار مرتگل لای کردی او روز بزدی سکیل مر خراب کردی تو که نکو دیگه اگه بمیره غم پس وقت برو به مغری خو برون بیتره میگی برو اینجا ما با خسور خوبو گفتم خسور امروز اول کنه نمادیم گفتم خسور من پیشکش خور بدادم چیزی نمونده 13000 بدادم همون 13000 همون 13000 بده من برم یک دتا میشخیل ما که میستونم قرار که دیگه اینجا بخون میچرونم همونا جوجه میکنه حداقل جوجه های با ما میمونه پیشکش خلاص میشه با تو دیگه مگس مین دوخ کردی خور گفتی بخزیم بیایم بره من به شهر برای کی هم بره ما چون اینجا دک به پنجره تیار میکنیم پنجره به دک تیار میکنیم ما بازار کار ببردی که سرم عقل من نمیکشه خب این گناه منه خود چرا من کاری که میگم تو نه خود تو چرا دست میزنی اما روز تو چرا سکیله بردی و روز دیگه چرا گسالر زدی کشتی تو هم سگ و گسالر فرق نداری تو میگم مثل که شما با عمر و خواپیش شما گوی گوسپندی خر مینای اکی سگ شغال یا نمرده یا گم نشده اصلا اگه تو صاحب 10 تا زن و بچه نشی فقط نمی علقه را گوش خوبیری نمیکنی که گسالی بی زن کاکا من بکشتی خب بکشتی اونو پیرزال بیچاره امروز سوا ماه بموره عوض قوم گساله خو میخوره خب اصلا نمی بی تو خدا بیامرزه بموره یک نونخوری کم میشه او به فایده شما نه درسته؟ میگو ردگاه پیاره کنی وقتی که برای چاش شو کجا بریم؟ بریم کار غریبی دیگه بکنیم دیگه هنی کار رم بزدی به هم زدی دیگه فکر لقمینو کنی وقتی اینجا بیام رستی اوستاله گسالر میاری رستی امرو که میریم به چیز رستی که به فال ببینیم وقتی دیگه
بریم تور تیار میکنم هرچی انگلیسی ترکی عربی دیگه مثلا سه چهار لفظ بفهمیدی سه چهار لفظ گبزه بفهمیدی ها خور از خو یک عکس العملا نشونده که مردم باور کنن دروغ و دروغ بگو مچون بگو بعضا گپایی که به من مربوط میشه من میگم بعضا گپا تو اونایی که میاد من میرم مردم خبر میکنم تعریف میکنم که اینا تو نه توی چی نگو تو بهم چی دوباره بس کرد تو مار نزنم بیا به پیش ما بفهمیدی سکو سر وقته میگه هر عقل میان هر کله میان عقله درسته شما کو گردن خانم این بسته کنه درسته انا چیز کو ما که اینجا ما استاده شیم فهمیدی اختلاط میکنیم ما واجه که ما این شروع کنیم انا تو بیا مرتکک دگیرم خود خود بیار بگو برای ما بیاین که بریم همی که من 10 روز به شما میگم بیاین بریم خیلی فهمیدی اما چون چکار فلان ما بیبی ما بگو شوی و ما طلاق خور بستونه فهمیدی بگو بیبی ما شوی طلاق خور بستونه انا چیز کنم کاری بکو که طلاق خور نستونه فهمیدی بیبی ما طلاق خور بیبی ما طلاق خور نستونه بیبی ما بفهمیدی تو میت دروغا بگونه با ما میایم ما میگیم 500 میشی کار بگو شما کاری بکنه 1000 ریپ میدم درسته خب تیار وقت مردم رشد بده با همزه خوبه بازم برم با همزه میگم نه دیگه مردم نه بله همین خطا ده خطا ده تو چرا گوشیر بلو لرزه میگی نه چون یعنی خطا ده بیام خطا داده حالا اگه چیز کنه میگه زنگ رسیم هم یک نیکی بکو شما سره چی نیکی؟ هم 5 دقیقه من جلو بشی اگه ما دروغ بگم دین داره تو باشم سر میمیت درد نمیکنه گوشنگی زوف کنم 5 دقیقه اقلامی چای بخورم خودتو میری که دل جمع شکم گوشنگ نباش باز ما بشینیم تو 5 دقیقه و تو قول شرف میدم که 5 دقیقه شما می جگه بشینی